بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه و توفیق خداوند یکتا در صدد ای هستیم تا قواعد لغت عربی و یا گرامر زبان عربی را برایتان بیان داریم. اما قبل از اینکه به درس اول آغاز کنیم، قواعد لغت عربی 4 قاعده مهم و اساسی دارند که باید در آغاز آن را فهمید. قاعده اول است که لغت عربی یا گرامر عربی تماما شروط کلام بیان می داره و جملات را تصحیح و درست می کنه. قاعده دوم است که کلمات عربی در 3 کلمه منحصر است: اسم، فعل و حرف. یعنی تماما زبان عربی به 3 دسته تقسیم شده که عبارت از اسم، فعل و حرف می باشد. قاعده سوم است که هر علامه از این اقسام ثلاثه یعنی اسم و فعل بیان می گردد. و قاعده چهارم این است که هر قسم به خود احکام داره که انشاءالله آن را در تفصیل بیان خواهیم نمود. در ابتدا درس اول آغاز می کنیم. در درس اول تعریف داریم درباره لفظ و کلمه. البته لفظ در زبان عربی صوت است که از دهان انسان خارج می شود و این صوت متکی به مخارج حروف می باشد که ای را به نام لفظ می نامند. و اصلا لفظ به 2 قسم تقسیم میشه: لفظی که معنا داره، یعنی هر لفظی که انسان از دهن خود خارج میکنه و سامع از او فایده میگیره یا معنای به دست میاره، او را لفظ میگویند. لفظی با معنا مانند قلم، کتاب، بستان، عمارت، سیاره و غیره به می ترتیب. و قسم دوم لفظی است که هیچ معنایی نداره. اصوات از انسان خارج میشه که سامع از آن هیچ استفاده نمی کنه و مانند مه، ملم و غیره. به این ترتیب لفظ معنایش فهمیدیم که هر صوتی که از دهن خارج میشه و او مخارج داره، یعنی تمام حروف طوری که میدانین مخرج داره و اما حروف زمانی که از مخرج خود ادا شد و سامع از او استفاده کرد، او را به نام لفظ یاد میکنند. لطفا شما 10 مثال از لفظ با معنا پیش خود بنویسید.